عناوینی از تازه‌ترین خبرها: عروسی مرگبار در موصل عراق با 114 تا کشته. خبر مهم مذاکره ایران با آمریکا: نحوه تعیین قیمت بنزین اعلام شد. وزیر جنگ اسرائیل به آلمان می رود. بزرگترین معامله تسلیحاتی اسرائیل در راه است. و آمار تکان دهنده قتل عام کودکان فلسطینی توسط صهیونیست‌ها. عروسی مرگبار در موصل عراق با 114 تا کشته. آتش‌سوزی بزرگ در یک مراسم خصوصی در شمال عراق صدها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. آتش‌سوزی بزرگ در یک مراسم خصوصی در شمال عراق بیش از 300 کشته و زخمی بر جای گذاشته است. گفته شد این آتش‌سوزی در یک مراسم عروسی واقع در شهر همدانیه در شمال عراق رخ داده است. نجم الجبوری، فرماندار نینوا، به الجزیره گفته است که تعداد قربانیان آتش‌سوزی همدانیه در شمال عراق به 114 کشته و حدود 200 زخمی می‌رسد. نخست وزیر عراق نیز همزمان با این آتش‌سوزی بزرگ به وزرای کشور و بهداشت دستور داد تا تمام تلاش خود را برای امدادرسانی به مجروحان در همدانیه بسیج کنند و با اعزام گروه‌های پزشکی به درمان هرچه سریعتر آسیب دیدگان و بازماندگان در این حادثه کمک رسانی کنند. اداره دفاع مدنی عراق اعلام کرده است که آتش‌سوزی بزرگ در محل تالار عروسی در همدانیه بر اثر استفاده از مصالح ساختمانی بسیار قابل اشتعال و غیر استاندارد بوده است و آتش گرفتن مصالح قابل اشتعال محل عروسی منجر به فرو ریختن بخش‌هایی از سقف و دیوار تالار عروسی و کشته و زخمی شدن بسیاری از شرکت کنندگان در این مراسم شده است. هنوز جزئیات بیشتری درباره این حادثه اعلام نشده، اما برخی مقامات عراقی گفتند که انتظار دارند تعداد تلفات و قربانیان این حادثه دلخراش تا ساعاتی آینده همچنان افزایش یابد. تصاویری که همزمان با این آتش‌سوزی در رسانه‌ها منتشر شده حاکی از فرو افتادن بخش‌های زیادی از سقف محل حادثه است و به نظر می‌رسد ساختمان آسیب دیده در آتش‌سوزی به طور کامل سوخته است. همچنین منابع محلی عراق گفتند که بخش‌هایی از محل مجاور حادثه به دلیل نگرانی از گسترش آتش‌سوزی تخلیه شده و همچنان تلاش برای خاموش کردن کامل آتش تا ساعات نزدیک به صبح در شمال عراق ادامه داشته است. خبر مهم مذاکره ایران با آمریکا: نحوه تعیین قیمت بنزین اعلام شد. با وجود اینکه برخی از کشورها مانند آمریکا تلویحاً مرگ برجام را تایید کردند، اما در پی توافق اخیر ایران و آمریکا برای تبادل زندانیان دو کشور و همچنین آزادسازی اموال بلوکه شده که ایران گمان زنی‌ها برای احیای برجام شدت گرفته است. در همین راستا روز گذشته خبر مهمی منتشر که حکایت از صدور مجوز مستقیم میان تهران و واشنگتن داشت. در این خبر آمده است امواج مدیا به نقل از منابع آگاه خود در تهران ادعا کرد که مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران اجازه ورود به گفتگوهای مستقیم با ایالات متحده را دریافت کردند. این مسئله می‌تواند نقطه عطفی برای مناقشه بر سر برنامه‌های هسته‌ای ایران باشد. همچنین حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه از ابتکار ژاپن برای احیای توافق هسته‌ای خبر داد. او گفت ژاپن ابتکاری را برای اثرگیری مذاکرات ایران و گروه 1 به علاوه 5 ارائه داده است. قیمت بنزین مشخص شد. از سوی دیگر نمایندگان مجلس این روزها به بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه مشغول هستند و بر همین اساس روز گذشته محمد زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم، اعلام کرده به دولت این اجازه داده شد که با توجه به اینکه بعضی‌ها معتقدند این یارانه به خودرو داده می شود اما بعضی‌ها خودرو ندارند و یارانه باید به شخص تخصیص یابد، اعلام کردیم دولت اجازه دارد یارانه حامل سوخت را به شخص دهد، اما بلافاصله گفتیم که نباید نرخ این بنزین یارانه‌ای تغییر کند و قیمت را 3000 تومان و 1500 تومان قرار دادیم. نمایندگان مجلس ضمن بررسی ماده 5 گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با حذف شناسنامه مخالفت کردند. وزیر جنگ اسرائیل به آلمان می رود. بزرگترین معامله تسلیحاتی اسرائیل در راه است. به گفته برخی از منابع خبری، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی برای امضای بزرگترین قرارداد نظامی تاریخ این رژیم
به آلمان سفر می‌کند. یوآف گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه عازم برلین پایتخت آلمان می‌شود تا بزرگترین قرارداد نظامی تاریخ این رژیم را امضا کند. سفر گالانت به برلین شامل امضای رسمی قرارداد فروش سامانه ضد موشکی پیکان 3 به آلمان به ارزش 3.5 میلیارد دلار خواهد بود. دفتر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت که در جریان این سفر با بوریس پیستوریوس همتای آلمانی گالانت برای تقویت روابط امنیتی بین رژیم اسرائیل و آلمان صادر و امضا خواهد شد. بر اساس این گزارش در این سفر تهدیدات امنیتی و چالش‌های منطقه‌ای در خاورمیانه و اروپا نیز بین رژیم اسرائیل و آلمان مورد بحث قرار خواهد گرفت. با توجه به اینکه پروژه سامانه ضد موشکی پیکان به طور مشترک بین رژیم صهیونیستی و آژانس دفاع موشکی آمریکا توسعه یافته است، در آگوست گذشته وزارت خارجه آمریکا فروش سامانه ضد موشکی پیکان 3 به آلمان را تاکید کرده است. سامانه پیکان نوعی سامانه دفاع ضد بالستیک است که به طور مشترک توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا تولید می شود و توانایی بالاتری برای رهگیری موشک‌های بالستیک نسبت به سامانه موشکی مشابه آمریکایی MIM 104 پاتریوت دارد. آمار تکان دهنده قتل عام کودکان فلسطینی توسط صهیونیست‌ها. مرکز آل-ازهر شمار کودکانی که طی چند ماه گذشته از ابتدای سال 2023 توسط صهیونیست‌ها به شهادت رسیدند را اعلام کرد. رسانه‌های مصری اعلام کردند مرکز دیدبان آل-ازهر گزارشی تحلیلی از مهم جنایات رژیم صهیونیستی علیه کودکان فلسطینی را از ابتدای سال 2023 منتشر کرد. این مرکز در گزارش خود آورده است جنبش جهانی دفاع از کودکان که یک مؤسسه مستقل فلسطینی و مقر آن در نابلس است اعلام کرد که 37 کودک فلسطینی طی این مدت به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسیدند و این در حالی است که سازمان هیومن رایتس واچ اعلام کرده است که سالهای 2022-2023 از لحاظ میزان جنایات اشغالگران صهیونیست خونین‌ترین سالها برای کودکان فلسطینی در کرانه باختری طی 15 سال اخیر محسوب می‌شود. در این گزارش تاکید شده است که تمامی شلیک‌های صورت گرفته به سوی بخش بالایی بدن کودکان صورت گرفته و این تیراندازی‌ها بدون هشدار قبلی بوده و صهیونیست‌ها از بکارگیری ابزارهای موجودی که زیانباری کمتری دارند امتناع می‌کنند و در این زمینه هیچ نوع پیگردی هم علیه آنان در این رابطه صورت نمی‌گیرد. در ادامه این گزارش آمده است روزنامه هارس هم در خبری فاش کرد از دسامبر 2021 نظامیان صهیونیست اجازه شلیک به سوی فلسطینیان چه بزرگسال و چه کودک را حتی در صورت پرتاب سنگ هم دارند و این کار را بدون هشدار قبلی یا تلاش برای متفرق کردن آنها با استفاده از ابزارهایی همچون گاز اشک‌آور انجام می‌دهند. صهیونیست‌ها علاوه بر کشتار کودکان فلسطینی آنان را در شرایط غیر انسانی بازداشت هم می‌کنند. در حال حاضر شمار کودکان بازداشت شده فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی حدود 170 نفر است که در زندان‌های مجدو، اوفر و دامون نگهداری می‌شوند. در حالی که بر اساس گزارش‌های هیئت امور اسرا و آزادگان فلسطینی این زندان‌ها از حداقل زیرساخت‌های زندگی انسانی هم بهره‌مند نیستند. بر اساس آمارهای موجود، رژیم صهیونیستی بین سالهای 2000 تا به امروز بیش از 17,000 کودک 12 تا 18 ساله را بازداشت کرده، در حالی که موارد متعددی از بازداشت کودکان زیر 10 سال هم گزارش شده است. اطلاعات مستند نشان می‌دهند که دستکم 2/3 از کودکان بازداشت شده تحت شکنجه‌های جسمی قرار گرفتند و تمامی آنها در دوره بازداشت تحت فشارها و شکنجه‌های روحی قرار گرفتند. از همراهی صمیمانه شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. اوقات و ساعات خوشی را برایتان آرزو مندم.